قرار بود هم کلاسی پسرم بیاد خونمون و منم تصمیم گرفتم براشون یه ساندویچ مرغ نوجوان پسندانه درست کنم. اول از همه پیازهای خرلی خرد کردم و با روغن و زردچوبه تفت دادم. یه مقدار که طلایی شد بهش مرغ پخته ریش شده اضافه کردم تا مرغ تفت بخوره. قارچ و فلفل دلمه رو خرد کردم و به مواد مرغ اضافه کردم. یکم آب لیمو ترش که قارچ سیاه نشه. فلفل دلمه و ذرت هم اضافه کردم با ادویه‌هایی که تو کپشن نوشتم و در آخرم بهش پنیر پیتزا زدم. برای نوشتن از ابزار ساده استفاده می‌کنیم. یه بستنی لواش می‌خوایم که یا گرد برشش می‌زنیم یا مثلا از این اونای گرد آماده استفاده می‌کنیم. 2 تخم مرغ با ادویه‌ای که کپشن نوشتم خوب هم بزنین. اینو بزنین داخلش، بعد بزنین داخل پودر سوخاری، بذارید روی میله‌های فر و میره توی فری که از قبل گرم شده. دمای فرم تو کپشن نوشتم. حتما این پست ذخیره‌اش کنین. اینقدر این ساندویچ خوشگل و خوشمزه میشه که مطمئنم بچه‌ها و مهموناتون عاشقش میشن. اگه دوست نداشتین ساندویچتون سوخاری کنین، میتونید از اون مواد داخل نون لواش بریزید، خوب بپیچیدش داخل تابه‌ای که این مقدار چرب کردین، دو طرفشو گریل کنین و برش بزنین.